ویل واقعا میتونه وکنا همون شر 2000 استرنجر تینگز رو از بین ببره؟ آره درست شنیدی، شر 2000 که بدون اغراق نمیشه روش حساب باز کرد. بالاخره بیشتر از 3 سال استرنجر تینگز با فصل 5 پارت 1 برگشت و راستش رو بخواید پایان پارت 1 اونقدری شوکه کننده و باحال بود که باید گوشیاتون رو محکم بگیرید. کیه در میزنه؟ اومدم. ایوان یواش. خونسرد بود. باید یه آهنگ فکر کنم بزنم. آره درسته آهنگ. نه این نیست. اینم که نیست. ایول خودشه. فکر کنم یه 10 یا 15 دقیقه واسمون زمان بخیر تا وکنا به اون حمله نکنه حداقل. به نظرم نمیشه کاریش کرد، پس میریم سر کار خودمون. ببینید داستان این بار بین 2 دنیا تقسیم شده، دنیای آپساید داون و دنیای خودمون. خیلی از لحظه ها دقیقاً ما رو وصل میکنه به فصل اول. برادران دافر ما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشتن. انگار مثلا وکنا تحت کنترل ارتش بود، اما در واقع اونا فقط داشتن به ریش ما میخندیدن. یه شخصیت رو هم برگردوندن که سالها فکر میکردیم بیفایده است و باور کنید این بار چیزی پخته شده که واقعا خوشمزه است، یا بهتر بگم خیلی خطرناکه. پس دکمه لایک رو بزن که بریم سراغ پارت اول فصل 5 و همه رازها و جزئیات این قسمت رو کالبد چکافی کنیم. هشدار اسپویل میکنیم باشه گوگلیا، اگه ندیدی بدو برو. 3 2 1 پایان این قسمت 4 برای ویل چه معنی داشت؟ آخرای قسمت 4 یکی از سنگین ترین لحظات استرنجر تینگز بود، نه فقط چون یه تئوری بزرگ تایید کرد، بلکه چون نشون داد ویل از اون چیزی که فکر میکردیم خیلی فراتره. ثابت شد ویل قدرت‌هایی داره که شبیه 11 هستن و آره حتی خونریزی بینی هم فقط مختص 11 دیگه نیست. وکنا بچهای هاکینز رو انتخاب کرد چون اونا رو از نظر ذهنی و جسمی شکننده دید. فکر میکرد میتونه اونا رو بشکنه، دوباره شکل بده و کنترلشون کنه تا از طریقشون دنیا رو بازسازی کنه. بازسازی که ریشه‌اش توی آزار و زخم‌هایی بود که هنری تجربه کرده بود. و در عجیب ترین حرکت آخر قسمت دیدیم هالی چطور با مهربونی گول خورد، چون هنری خودش رو آقای واتسون جا زد، اسمی که حتی خودش هم بهش فکر نکنم فکر کرده بود. و این صحنه فوق‌العاده شک گرفت. بعدم این صدا، این صحنه دقیقاً نشون داد که چقدر بچه‌ها ساده‌لوئن. وکنا بعد از نابودی وحشیانه پایگاه نظامی ظاهر شد. ویل رو کشون کنار و بی‌پروا گفت که چرا بچه‌ها رو انتخاب کرده. همه چیز به ویل برمیگشت، چون ویل اولین نفری بود که باهاش بازی شد و از اون روز به بعد برای ویل همه چیز عوض شد. تا همین فصل هم ویل همیشه کمی نگران جایگاهش بود، حس تعلق نداشت و گیج بود. اما رابین بهش گفت که دنبال چیزهایی بره که دلش رو واقعا خوشحال میکنه و همین شد جرقه. ویل به قدرت‌هایی دست پیدا کرد که حتی خودش هم از وجودشون خبردار نبود. در نتیجه دموگورگن‌ها آماده حمله. اونا حالا تهدید مستقیم هر کسی هستن که برای ویل مهم باشه، اما ویل نذاشت همه چیز از هم بپاشه. همین باعث شد از نظر احساسی به جایی برسه که بتونه واقعا خودش باشه. وقتی داشتیم میفهمیدیم که چطور میتونه دنیا رو از چشم دموگورگن و وکنا ببینه، همینجا بود که به رابطه عجیب و عمیق ذهن جمعی با ویل پی بردیم. همون چیزی بود که توی 5 دقیقه اول پس دیدیم. مایک حتی شک داشت ممکنه ویل بتونه کنترلشون کنه و جوابش جلوی چشمشون. دقیقاً زمانی که یکی از دموگورگن ها به جویس حمله نکرد. تمرکز، اتصال و یه لحظه سکوت. این خود ویل بود که جلوشون رو گرفت. میپرسی بعدش؟ خب همون کاری رو باشون کرد که وکنا با قربانی‌هاش میکنه. اعضای بدنشون رو خورد و خاک شیر کرد. یعنی چی؟ یعنی ویل از یه نظر خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم شبیه وکناست. این به طور واقعی به ما نشون داد که به همون اندازه‌ای که وکنا به دنیای وارونه متصله، ویل هم متصله و حتی اگه قبل‌ها شکست خورده باشه این بار همچین اتفاقی نمیافته. در این فصل چندین لحظه مستقیم ما رو به فصل دوم میبره. خاطرات مبهم ویل حالا
واضح شدن. دیدگاه دموگورگن ها و تسلط وکنا و وقتی ذهن جمعی داشت میسوخت، ویل همون واکنشی رو نشون داد که قبلا توی فصل 2 دیدی. یه جورایی انگار گذشته اومده بود تا دوباره خودش رو نشون بده. حالا که ویل این قدرت رو به دست آورده، کاملا حس میشه که به ذهن جمعی وصل شده و رفتارش تهاجمی شده. داره دنبال همون لونه‌ای میگرده که وکنا نمیخواست کسی پیداش کنه. همون جایی که مشخصاً وکنا قدرتمندتر شده و سرنوشت اون بچه‌هایی که قبلا رو بوده شده بودن دستشه. میرسیم به بازگشت شماره 8. راستش خودم باورم نمیشد که شماره 8 دوباره توی این فصل برگشته. وقتی ظاهر شد واقعا چند ثانیه فقط زل زده بودم و دهنم باز مونده بود. شخصیتی که هممون فکر میکردیم برای همیشه حذف شده و کلی هم براش میم ساخته شده بود و اما حالا ممکنه یکی از کلیدای اصلی کل داستان باشه. عملیات نظامی دکتر کی هم پشت پرده یه پایگاه توی دنیای وارونه ساخته شده بود. توی این 4 قسمت ما فکر میکردیم وکنا را اونجا گیر انداختن و با استفاده از صدا مثلا مثل یک کریپتونایت مخصوص کنترلش میکنن. برای همینم هاپر و 11 انقدر مصمم بودن تا وارد این مکان بشن، چون فکر میکردن این دقیقاً همون شانسیه که بالاخره میتونن وکنا رو یه بار برای همیشه نابودش کنن. دیدید دیگه، هاپر داشت آماده میشد که بره خودش رو فدا کنه تا وکنا کشته بشه. بعد در برای 11 باز کرد اما پشت در وکنا نبود. شماره 8 بود، خواهر 11. الان سوال بزرگ اینه، ارتش چطور تونسته به شماره 8 دسترسی پیدا کنه؟ چه هدفی داشتن؟ ما میدونیم شماره 8 قبلا با گروهی از طرد شده ها بوده، تو خیابون زندگی میکردن و شاید به خاطر همین گیر افتاده باشه، یا شاید هم یه مدرک نشون داده که اونجا بوده و شکار شروع شده. وقتی دکتر کی از هاپر پرسید چرا باید جون یکی رو برای یکی دیگه به خطر بندازی، اون موقع فکر میکردیم پشت در وکناست. الان منطقیه، چون واقعا یکی مثل 11 اونجا بود. قصه هاپر تو این فصل مثل همیشه داستان پدریه که بیش از حد محافظت میکنه، همون چیزی که در فصل 2 هم شاهدش بودیم. وقتی به گذشته برگشتیم و مرگ سارا دخترش رو دیدیم، هاپر دیگه نمیخواست تاریخ تکرار بشه، حاضر بود خودش رو فدا کنه تا شماره 11 در امان بمونه. حالا 3 نفر کنار هم اومدن، شماره 8، شماره 11 و ویل، و به نظر میرسه ویل قوی ترینشونه. پیوندش با دنیای وارونه حتی وکنا رو هم به چالش میکشه. وکنا حالا ضعیفتر شده، پس احتمالاً قبل از پایان سال بازی برای وکنا تموم میشه. بریم سراغ این سوال که چه اتفاقی برای مکس افتاد و چرا وکنا از غارها میترسید. وقتی وکنا هالی رو گرفت و ذهناً توی خونه هنری حبسش کرد، هنری به هالی گفته بود که از جنگل دور بمونه، چون جنگل به شبکه‌ای از غارها میرسید، همون غارهایی که هنری ازشون میترسید و میدونست اگه هالی تا اونجا بره دیگه برگردوندنش غیر ممکنه. اما هالی یه نامه‌ای رو برداشت که میگفت باید بره سمت غارها. رفت، نه چون نمیدونست خطر چیه، بلکه چون میخواست همون قهرمانی باشه که برادرش براش ساخته بود. هالی میخواست نجات بخش باشه. اونجا بود که مکس رو دیدیم. مکس در یادهای وکنا گیر کرده بود. نفرین وکنا هیچ وقت کاملا پاک نشده بود. با به دام انداختن مکس دروازه 4م، دروازه نهایی باز شد. مکس برای لحظه‌ای مرد، اما چیزی نیروی مکس رو از اون دنیا صدا زد و برای لحظه‌ای به زندگی برگشت. تموم این ماجراها از کشتار توی آزمایشگاه هاوکینز شروع شد. هنری در خاطراتش به عقب برمیگرده، دقیقاً توی سال 1959، زمانی که یه اتفاقی رخ میده توی زندگیش که بعداً دردسر ساز میشه. هنری جوون همیشه جذب غارها میشد، جایی که نمیتونست خودش رو قانع کنه نره توش. تو یکی از این کاوش‌ها اون به تجهیزات علمی برخورد کرد که به طرز تصادفی فعال شدن، همون حادثه‌ای که اون رو به یه دنیای موازی، دنیای وارونه منتقل کرد. اونجا تصویری از موجودات عجیب دید و در معرض شعله ذهنی قرار گرفت، تجربه‌ای که بهش نیروهایی داد و زندگی و شخصیتش رو برای همیشه تغییر داد. همزمان مکس دائم دنبال راهی برای فرار از تله خاطره ها بود. در لحظه‌ای که تا رهایی فاصله داشت، موسیقی کیت بوش، صدایی که لوکاس در واقعیت برای مکس در بیمارستان پخش کرد، اون رو به سوی زندگی داشت نزدیک میکرد. اون ملودی دریچه‌ای شد به روزی که وکنا مکس رو نفرین کرد و همه رنج‌های بعدی رو براش زنده کرد. وکنا دنبال مکس اومد. هنری تونست مکس رو تا جایی دنبال کنه که غارها بودن، همون غاری که هنری جوان اونجا رفت و سرآغاز همه
فاجعه ها شد. البته یه برداشت جالبم میشه داشت. به نظر میرسه شعله ذهنی ابزاری که وکنا رو تبدیل کرده به یه مهره، یه عروسک که برای انجام تاریکی‌های بزرگتر استفاده میشه. یعنی شاید وکنا خودش رئیس نهایی نباشه، یعنی ممکنه فقط بازیگر یه نقشه بزرگتر باشه. جالبتر این که وکنا نمیتونه وارد غارهایی بشه که توی حافظه‌اش توی نوادا هستن. انگار یه ترس یا مانع عمیق تو وجودشه که ریشه در خاطره کودکی داره. الان دیگه میریم سمت داستین، نانسی، جاناتان و استیو. راستش این 4 نفر توی این بخش خیلی کم رنگ بودن. بیشترشون مشغول بحث و کشمکش بودن تا حرکت خود داستان. استیو و جاناتان هم دائم برای جلب توجه نانسی رقابت میکردن و استیو هم با داستین تند برخورد کرد، در حالی که هنوز به خاطر ادی سوگواره. من احساس میکنم دارن زمینه یه پایان تخت برای جاناتان رو میسازن. یعنی میگم وقتی میبینی که داره برای پیشنهاد ازدواج آماده میشه یه حس بدی میگیره آدم، مثل اینکه قرار قبل از رسیدن به اون لحظه چیزیش بشه. پس شک ندارم که وقتی سریال شروع بشه زنگ عروسیش رو نمیشنویم. خلاصه برداشت من از فصل 5 جلد 1 همین بود. راستش اول از طول کشیدن انتظار این فصل شکایت داشتم، ولی وقتی دیدمش فهمیدم ارزش صبر رو داشت. از همون ثانیه‌های اول جذبش شدم. انگار دوباره به همون جو برگشتیم، یه حال تاریک که خیلی شبیه فصل 2 بود. نحوه تقسیم داستانا خیلی خوب بود و خط داستان ویل برای من از همه جذابتر شد. انگار این بار واقعا در مرکز اتفاقات قرار گرفته بود، در حالی که فصل قبل انقدر روش تمرکز نداشت. سریال دموگورگن ها هم از همیشه ترسناکتر جلوه میکردن، واقعا همه چیز رو میبلعیدن. شخصا دوست داشتم بخش پایگاه نظامی رو کاملتر مثلا ببینم. دمو داگی، دمو بتی، دمو چیزی، هرچی میتونست تبدیل به یه چیز عظیم و وحشی بشه، ولی همینقدر هم کافی بود تا تاثیرشو بذاره. از همه مهمتر تمهای عمیق‌تری که توی قصه ها دیدیم واقعا کار کردن. از تیکه رابین برای قبول ویل و تشویق به خودش بودن تا هاپر به عنوان پدری محافظ و عشق مادر هالی، همشون به داستان وزن و عمق دادن و تجربه تماشای سریال رو چندین لول بردن بالا. ولی این وسط یه سوال میمونه، پدر مایک حالش خوبه؟ من چون حس میکنم بردنش بیمارستان و بعد دیگه ازش هیچ خبری ما نشدیدیم. خلاصش اینه که بازی ها محشر بودن، از محافظت هاپر نسبت به الیون تا رفاقت گرم رابین و ویل، از ورود بانمک درک تا بازگشت قدرتمند مایک، لوکاس، داستین و مکس، همه برگشتن و هر کدوم سهم خودشون رو داشتن. اما ستاره های واقعی برای من میلی، نوا و جیمی کمپل باور بودن. اجراهاشون سنگین، دقیق و موندگار بود. و درباره وکنا هم ساختنش چند اپیزود طول کشید و نتیجه دقیقا همونی شد که باید می بود. حضورش دنبال دار و ترسناک بود. عملا میتونم بگم وکنا ولدمورت نسل ماست. تنها ایراد بزرگ برای من اینه که فاصله طولانی بین فصلها تاثیر ضربه‌ای که شخصیت میتونست بذاره رو کم میکرده. با این وجود بعد از اون حضور کوتاه اما سهمگین، وکنا خودش رو به عنوان یه شرور عالی جا انداخت و من بی‌صبرانه منتظر بازگشت کریسمسیشم. فصل 5 پارت 1 تموم شد، پر از اجراهای قوی، لحظات ترسناک مؤثر و کلی سوال هیجان انگیز برای ادامه داستان. آره دیگه اینم از اینو. وای پشمام ماجی، فراموش کردم وکنا هنوز پشت دره. بعد چه غلطی بکنم؟ کم کم داره تایم آهنگم تموم میشه. wait a minute، یه لحظه وایستا ببینم اصلا پشت در هست یا نه. این ترسم داره منو میکشه. آخه هیچکی نیست.